درود به همگی گایز. درود به همه گازای یخچال و تلویزیون. به چنل نقاب پوش فعال خوش اومدید. بزن بریم. به چنل پوریا پوتک خوش اومدید. هستیم در خدمت فری سایلر. بهش میخوره فری سس و ماینز باشه. من از اول تا آخر کلیپ سس و ماینز صداش میکنم. بچه ها بزن بریم. سلام، چطوری پوریا؟ دوست دارم یه دنیا. واو چه زیاد دوستش داری پوتک. حال کردم با دوست داشتن. عشق منی. نمیخوام تو سابیات نره. ای بابا تو هم که زیاد حرف میزنی. چنل فرشاده که همه دارید. حاجی از تبلیغ اصلا خوشم نمیاد، اونم توی این چنلا. بابا از تو دایده پوتک جمع کن حذفش کرد. ببین فری، اسم این ویدیو تراست یا نه تراست؟ یعنی باید بگی که اون شخص مورد نظر میتونه به شخص دوم اعتماد کنه یا نه. نظر منو بخوای هیچ کس قابل اعتماد نیست، حتی چشات. حالا این تیکه رو گفتم یکم فلسفیش کنم. بزن بریم ببینیم ویدیو چی میشه. نه درست و غلط حد زدن نیست. حالا من واسط قشنگ توضیح میدم. بریم سمت ویدیو اول. من دونه دونه بهت بفهم. ببین این ویدیو الان پلی میشه. نگاه کن. دوباره ما باید جواب بدیم. به نگاه نکن. فقط با یه چیز دیگه. نه من ببین ویدیو اینجوری که تو باید خودتو بذاری جای زنه. تو الان جای زنه بودی به مرده اعتماد میکردی یا نه؟ دوست نداشتم جای اون میبودم. بخوایم نمیتونیم مثل اون باشی، تو جای خودت باشی کافیه. این یک اول گزینه اولی که خب بهش اشاره کنم اینه. اصلا دوست نداشتم اونجا تو اون حالت میبودم. قربون خندهات بشم، خرکیف کردم به معنای واقعی به این میگن. دو اینکه نه من بودم اعتماد نمیکردم، ولی فکر کنم که میگیره زن. باید بگم میتونه بگیره یا نمیتونه بگیره یا نه. تو اگه اعتماد کنی، اگه بگیره تو میبری. اگه اعتماد نکنی، اگه بگیره تو میبازی. اینجوریه بازی. اعتماد میکنم. پس تو اعتماد میکنی. اوکی. الان من ویدیو رو پلی میکنم. ببینیم تو تراستت میبره یا نه. Oh my god. That's terrifying. خب بچه اینم از این. دیدین که اعتمادش خوب بود دیگه و اینکه دیگه حوصله نداشتم بقیه‌شو بذارم. شما بگین بعدی و سراغ کی برم قشنگ چرم و نرمش کنم. تو کامنت ها بهم بگین. سابسکرایب فراموش نشه. عشقی.